ساکنان دو کنار رود پنج برای تجارت به بازار نزدی مرزی جمع می آیند. درهای این بازار در یک هفته روزهای شنبه باز می شوند. حالا تاجران دو ساحل برای ساکنان دو کشور تاجیکستان و افغانستان مال و کالاهای خود را پیشکش می کنند. نرخ و نوای این بازار از بازارهای دیگر منطقه فرق می کند. اینجا هم برای فروش آمدیم هم برای خرید آمدیم. محصولات تولید افغانستان بیشتر آوردیم، نوشابه آوردیم، دیگه برنج آوردیم، روغن آوردیم، این چیزا را آوردیم. تاجران افغان به این بازار بیشتر شیرینی و آبهای تشنه شکن وارد میکنند. آنها از سوی تاجیکستان لباس و دیگر اشیاء روزگار را خرید میکنند. فعال شدن بازار ساکنان دو ساحل را با هم بیشتر آشنا کرده است. اکنون به تاجران هر چیزی که لازم شود به یکدیگر فرمایش میدهند. پیش چورمغز هم سودا میکردیم، اوزی لباس هم داریم، بعد خیلی درخت هم هر چی برای در کارش هم میاریم. بسیار چیز هم خیلی زکس میکنن که بیار ما براشو میاریم. مقصد که چورمغز هم میگن، لباس هم میگن، بسیار چیز خیلی زکس میکنن برای ما. کیک هم میارن، آب هم میارن، خیلی چیزی که در کار مونای به هر حال میگیریم. سوزای تاجران افغانستانی میگویند که محصولات خود را منصفانه به فروش گذاشته‌اند. توجه ساکنان تاجیکستان هم بیشتر به آبهای استحصال افغانستانی بوده است. خریداران میگویند قیمت محصولات در ابتدا گران نبود ولی پس از یک مدت کمی بالا رفته است. نرخ نوا بیشتر به مراد با انصاف یک تیادی یک کاروبکای 24 تا داره، ایشم 24 تا داره، اینا هم 24 تا یک کاروبکاش داره. این 40 تومه. این بود 4 تا داره 150 سوم. باز شدن بازار به اقتصاد دو منطقه تاثیر رسانده است. رئیس ناحیه شمس‌الدین شاهین میگوید فعال بودن بازار به نفع ناحیه و منطقه است. عین زمان زیاده از 80 نفر صاحبکاران در این بازار از حساب منطقه ناحیه شمس‌الدین شاهین و منطقه کلوب در این بازار جلب شده شدند و زیاده از صدها نفر از منطقه جمهوری افغانستان در این منطقه جلب شدند. بازار نزدی مرزی در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان سال 2009 تأسیس یافته بود. تا آخر سال 2023 این بازار از زمان بنیادش فعال نبود. در حکومت شاهین گفتند که همکنون تجارت در بازار گسترش می‌یابد. بازار نزدی مرزی در ناحیه شمس‌الدین شاهین ماه دکبر فعال شده بود. دیده می شود که از دو طرف یعنی از افغانستان و از تاجیکستان ساکنان و تاجران آمده به فروش مشغولند. ساکنان دو طرف میگویند که باز شدن بازار در نزد مرز با محصولات خوراکه و لباسه تأثیر خود را گذاشته است. بازار نزد مرزی ناحیه شاهین پنجمین بازار فعال در مرز به حساب می رود. حالا در شهر خروغ، اشکاشیم و انجا دروازه تاجیکستان چنین بازارها فعالند. بازارهای نزد مرزی بر اساس سازشنامه از سال 2006 شروع به کار کرده بود. سال 2020 در زمان همگیر ویروس کرونا و سال 2021 بعد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، تاجیکستان این بازارهای مشترک را بسته بود. بعد 2 سال تنفس اکنون بازارها فعال و تاجران دو طرف میگویند که به منفعت کار است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، از بازار نزد مرزی ناحیه شمس‌الدین شاهین.